مرگ یک خانم 28 ساله متاسفانه امروز به یک دلیلی اتفاق افتاد که شاید کمتر کسی فکرشو بکنه. یک کار خطرناکی که خانم‌ها تو ایام خونه تکونی عید انجام میدن استفاده از جوهرنمک و وایتکسه. حالا به صورت مخلوط هم اینجوری نیستش که اینا رو با هم دیگه ترکیب کنن. مثلا یه جا رو با جوهرنمک میشورن و بعد میان برای تمیزی همونجا رو مجدد با وایتکس میشورن که این باعث میشه گاز کلور آزاد بشه. این گاز خیلی خطرناکه. اگر وقتی دارید سرویس بهداشتی و حمام و جاهای دیگر رو نظافت میکنید، سرگیجه پیدا کردید، جلو چشاتون سیاهی رفت، بلند شید، بایستید و نفس بکشید. مهم اینه که خوابیده نفس نکشید، چون گاز کلور خیلی سنگینه، توی ارتفاعات کم تجمع پیدا میکنه و وارد ریه‌هاتون میشه. متاسفانه مثل این خانم ممکنه که جونتون رو به خطر بندازه. خواهشاً نکته که وجود داره، بایستید، نفس بکشید و با اورژانس تماس بگیرید.